الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وجميع صحابته أجمعين. أما بعد از درس احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، امشب حیات یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما نقل میکنیم که همه احادیث ها را همین ها روایت کردگی هستند. اگر که همین ها نمی بدند و کوشش غیرت خود و در روایت احادیث پیامبر در خدمت دین سهم نمیگذاشتن، کوشش نمیکردن، امروز سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما و شما نمیرسید. و ستاره امشب حضرت عمیر ابن وهب رضی الله عنه است که همین حضرت به حد انسان زیرک بود، در زمان مشرک بودنش دانا بود. دوم این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حد بسیار غم دادگی است. در همین وقتی کافر بودنش، وقتی پیامبر در کعبه میمد دعوت میکردک، هم که غمش میداد که اصحاب پیامبر هم غم میداد. لیکن سالها گذشت، خداوند در تقدیر قضای ای کشیدگی بود که همین مسلمان شود. خداوند اسلام برای همین انسانی که یکی از سرسختترین دشمن خدا و پیامبر به شمار میرفت، خداوند نصیبش کرد. حضرت عمر رضی الله عنه میگوید که وقتی که همی حضرت عمیر ابن وهب مسلمان شد، والله که از بعض بچه هم در بسیار دوستش داشتم. لیکن در زمان کافر بودنش حضرت عمر میگه که در زمان کافر بودن همی عمیر، والله که یک خوک برای من ای عمیر در به هست. یک خوک یعنی بدترین چیز در مسلمان ها ای خوک. اگر یک کس از حد زیاد شوم بینی، اگر خوکش میگوی رو خوک واره نبینه مرتای پیش براوزه. به همین خاطر حضرت عمیر ابن وهب در وقت کافر بودن یمی حضرت عمر چی میگو؟ والله که یک خوک ای عمیر ابن وهب برای این به، برای اینکه بسیار مسلمان ها را آزار میداد. عمیر ابن وهب رضی الله عنه در جنگ بدر مثل دیگه همون پیشتازان عالم کفر اشتراک کرده بود. با از همه رول مهم ادا کرده بود. امروز خیلی که دولت های کلون اگر یک جور هجوم کنن، پیش های هجوم کردن که گبیش و رای منن، استخباراتش و رای منن، جاسوساش و نگه من در جوها اونجا و یعنی چه هسته یا در وقت جنگ عسکر مقابل چند کسان چخیلن. همی عمیر ابن وهب در همون جنگ مشرک ها همی خیل همچون یک جاسوس استفاده کرده بودن. رفت عدد مسلمان ها را حساب و کتاب کرد، ای پشتی یک جا بجا شد و چند تا اسب دارن، چند تا شتر دارن، سلاح های وزمین قطیشو دارن، سلاح های وزمین ندارن قطیشو. همین چیزا را بگیم دفتر قلم کرده که آورد در سربازای مشرک ها، سربازای کافر ها داد که به حد رول کلون در جنگ بازی میکنن. خلاصه همین که خداوند متعال در همین جنگ بدر مسلمان ها را عزت داد، آبرو داد و مشرک ها را خداوند شکست داد. و الله جل شأنه همون انسان هایی که پیامبر بسیار اذیت میدادن، غمش میدادن، مثال ابو جهل، سفیان که امیه ابن خلف، از همین کلون های عالم کفر خداوند در همین جنگ بدر سرنگون کرد. به دستی اصحاب پیامبر کشته شدند و از جمله رنج شدگی ها یا جراحت برداشتگی ها در همون جنگ همین عمیر ابن وهب. در همین جنگ 70 کس مشرک ها کشته شد، 70 کس دیگه اسیر افتادن، زلاج نگه افتادگی بودن.
نیکی مسلمان ها خیال کن که همین عمیر ابن وهب مردگی های موندن شفتن که مردگی نبود خیلی خچه اساسه معرکه ای جنگ ای میدان جنگ بیرون کرده که گریخ به مکه رفت اگر اهل مکه وقتی که ای جنگ گشتن خیال کن که در خطر مردگی و مردگی های مثل ابو جهل مثال امیه ابن خلف و همی کافرهای کلونه که در همون زمان بودن خیال کردن که مثلا که همیرم چکو کردگی مردگی که نیکی خیلی نبود مردگی نبود لیکن خودش کو ای جنگ خلاص شدگی ای انا بچهش که باشد در همون جنگ از ضمن همون 70 کسی بود که در اسارت افتادگی بود بسیار مردم مشرک مکه زیق بودن و 70 کسی همون کلون و پیشوایی همون عالم کفر کشته شدن هر روز در خونه های مشرک های مکه در مکه ماتم بود گریه و ناله بود در خونه ابو سفیان زنش هین گریه میکرد که عمکش مرده است باواش مرده است برادرش مرده است خلاصه که در همه خونه همون کلون ماتم بوده که روز گریه بود و این کسایی که در وقت جنگ مردن بچه هاشو اگه در جای باباشو کلون شدن مردم ما یک مثل دارن که میگر اگر مار که مرد بچهش جاش میگیره و همین متکبرای کلونه که امروز حتی به نام مسلمان هم هستن ببین که اگر خود چنبون بره بچهش همین خیلی تربیه میکنه همون بچهش بابا پا گرفته بچه پا را مونده جای باباش یعنی ای پشت پدرش همین خیلی میره و همین خیلی متکبره حتی مسلمان ها هستن حتی کافر را بین همون سیاسی های کلانش هم بچه هاش هم رنگ خودشو تربیه میکنن همه پرزیدنت هاش رو بین مثلا بچه هاش و در جای خودشو چکا میکنن تربیه میکنن که وقتی که مرده همین جامعه بگیره کافر های کلان و متکبره های کلان همین کار میکنن و مردم مشرک مکه هم همین کار کردن از جمله مثلا ابو جهل مرد در جاش اکریمه بعدن که مسلمان شد لیکن در جاش در غم دادن مسلمان ها سهم داشت مثلا امیه ابن خلف که مرد در جاش صفوان ابن امیه بچهش ماند و خیلی که امروز ها میبینیم که متکبرای مسلمان ها هم بچه هاش و در جای خودشو به خاطر غصب مال مسلمان و به خاطر مقصد که غم دادن مسلمان و پیش بردن حکمش میکنه همین خیل این سنت همو بابیای کافرهاشو بود که تا این زمان ادامه داره خلاصه همین گفت که سر موضوع خودمو بگردیم یک روز عمیر ابن وهب پیش کعبه اومد که صفوان ابن امیه را دید صفوان ابن امیه بچه ابن امیه است که امیه ابن خلف در همون جنگم حضرت بلال ابن ابی رباح کشتگیش بود یعنی حضرت بلال ابن ابی رباح غلامش بود او قضا میداد همیره خداوند به دست همی عاجزی ناتوان همیره سرنگون کرد خلاصه گپ همی که گفت چی قضیقی گفت که باور که بعد از مردن کلون که تاجیکی قطیب گیریم بعد از مردن حضرت ها دیگه کم زندگی هم نکنیم در دنیا می شود اکی کلون در آدم شونده ها مردن بعد دیگه مثال نمیشه از زندگی کم مثال اکی قینای گفت راست میگوی بسیار قینای ما رم زیقیم اینه همه مکه زیق بداخی خلاصه ای که عمیر ابن وهب یک پیشنهادش کرد گو و رب الكعبه لولا ديون علي ليس عندي ما اقضيها به وعيال اخشى عليهم الضياع من بعدي لمضيت الى محمد وقتلته قسم به پروردگار کعبه که تو ای صفوان میدونه که من قرضی دارم اگر همین قرضام نباشه اگر جونش خلاصید با در فکر کشتن پیغمبر شده همین قرضام نباشه و همین گولک چودکم نباشه که اگر مثلا بعد مردن من کیو رو تربیه مینم و نگهش مینم والله که میرم به سر محمد در همون مدینه میکشمش در همون مدینه چکارش میکنم میکشمش نگه کنه سیرت اصحاب پیامبر یک عجایب ایده همین متکبرا را بین که حتی در خونه های خودشو آرام نمیستن
یک عالم یا یک داعی یا یک مسلمان یا یک کسی که سخن حق میگه، اگر در اولای دنیا اگر بگه همینجا غژغژک که میگیره که چخیل همو را در همونجا نابود کنم در اولای دنیا. خلاصه ای که وقتی فرصت از صفوان ابن امیه یافت، گفت که ای عمیر هم قبل ای باون موندگی که چند قبل هم موندگی ای قرضا در گردن من هبا گولکات اگر بگوی تا وقت زنده هستم چیزی به گولکای خودم میخرم به گولکای تو میخرم، چیزی کودکای خودم میخرن کودکات همیتی میخرن، همه زندگی کودکات در گردن من همین کار بکن، همین ترور انجام بدی. امروز ترور در گردن مسلمان ها میزنن که تروریستن، بلکه تروریستی از خود همونها موندگی است. این سنت همونها پیروی کردن. خلاصه این گپ همیه که گو وگنه گپ بین خود ممونه، هیچ کس نفهمه همی گپه. رفت عمیر ابن وهب شمشیرش در زهر تر کرد، گفت همین قیکنو که تنه محمد بخوراشم اگر میم بره تمام. خلاصه گپ که شترش تیار کن، توشه سفرش تیار کن، نسنی مدینه چکار کرد؟ حرکت کرد. وقتی که حرکت کرد اصحاب پیامبر که در مدینه توی بدوخی، در مکه روزی ماتم بده، در مدینه روزی توی. خداوند اصحاب محمد غالب کرد، 70 ای کلون های کافرها را سرنگون کرد، 70 کسی دیگر را اسیر کرد. همون جنگ نه خلقه ایسان در پیش مسجد ششتگی جنگ شو، چخیل فلانی صحابه فلانی را رفت زده، چخیل مقصد همون پهلوانی هایی که در ساحه جنگ کردن همونها را در پیش خودشون که گیر چتگی اصحاب پیامبر هر جو نقل کردن. عمیر ابن وهب برای چی بهونه کرد رفت؟ عمیر ابن وهب که بچهش اسیر افتادگی بود، گفت که همین را بهونه مینم که میرم بچه ما میگم هوی کنه و همین خیل همون کافرها میرفتن پل میدادنه بچه هاشو آزاد میکن ای اسارا. وقتی که رفت ای همون سوارش فرمد عمیر ابن وهب، اولین کسی که دیدش حضرت عمر رضی الله عنه بود. حضرت عمر رضی الله عنه دیدکش خیس ایجاش گفت که به خدا قسم ای یگان ای میگن که مردن خونو ای تای پای یگان بلو میخیزه، گو ای تای پای یگان بلو میخیزه کسافت ای همون مکه خیزه است. از این روز جنگ بدر مقصد که همچو جاسوس مقصد رول مهم بازی کرد، مجاهدا را حساب کتاب کرده، این به بلا نه مصبوع شمشیرش در برش کشاله، این به بلا ماگی نیست. رفت پیشش و اصحاب پیامبر گفت که هذا الكلب عدو الله عمیر ابن وهب، این سگ دشمن خدا عمیر ابن وهب، والله ما جاء الا لشر. قسم به خدا ای تای پاش یگان بلا سر میزنه، یگان بدی سر میزنه، این بیکار ای اوجا نمیه به مدینه را، زیاده 470 کیلومتر این بیکار ای اوجا به اینجا را نمیویه. میگه که ثم قال لجلسائه امضوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله واحذروا ان يغدر به هذا الخبيث الماكر. برید اگید پیغمبر بیسته که این کسافت بسیار مکارای. در هم وقتی گفتم به حضیره که دانا بود یگان تدبیر یا یگان خطه کشیدگی برای کشتن پیامبر، یگان کار انجام دادنی شید چی کنی؟ مثلا آماده باشه، تیار باشه، اکی یا حاضر باشه پیامبر بودن، نه تلخرانی تروش بودن اصحاب پیامبر. میگه ها اخرانم قپید ای کرتاش کشیده بردش. نه مسلمان دایم عزت داره، مثلا دازی هر یک متکبر یا دازی هر یک کافر سرخم نیست. مسلمان با عزت کشیده بردش. خودش رفت پیغمبر گفت که کسافت یگان کاری بد ماگی. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که بیارش. وقتی که دیدکش گفت که عمر